دوستان عزیزم سلام به صفحه قلمدان، خیلی خوش اومدین. امیر حسینم با یه نقد و بررسی دیگه. دلتنگتون بودم، امیدوارم هر جای دنیا هستین این ویدیو رو تماشا میکنین سلامت و رو فرم باشین، حال دلتون خوب باشه، حال قلم و جوهرهاتون هم خوب باشه. خب امروز میخوام از یکی از اون قلم‌های بسیار مهم دنیای قلم براتون صحبت بکنم، از اون قلم‌هایی که سالیان ساله که پرچمدار هست در کنار البته برندهای دیگه، و اون قلمی نیست جز پارکر مدل دوفولد. عرضم به خدمت شما که من امروز براتون دو سه مدل دوفولد آوردم. یکیش دوفولد نسل جدیدی که الان داره تولید میشه، در کشور فرانسه تولید میشه. تفاوت‌ها رو براتون تو طول ویدیو میگم. دلم میخواد که در حین ویدیو یه مقداری از تاریخچه دوفولد هم براتون بگم که فکر میکنم که دونستنش خالی از لطف نباشه. تخمه چایی اینا احتیاج داریم، بریم بریزیم بیاین بشینین که میخوایم حسابی با همدیگه گپ و گفت دوفولدی قلمی بکنیم. خب اما دوفولد نازنین، دوفولد همونطور که میدونید امروز روز در دو تا ادیشن یا در دو تا ورژن، همش کلمه‌های خارجی، در دو ویرایش تولید میشه. یکیش اون ویرایش بزرگتر اونه که به اسم سنتنیل شناخته میشه، و یکی دیگه کوچیکتر اونه که به اسم اینترنشنال شناخته میشه. عمده دوفولد هایی که من در ایران دیدم اینترنشنال هستن. حالا اینی هم که اینجا براتون آوردم اینترنشنال، سنتنیلش هم بهتون نشون میدم. خب بسته‌بندی جدید پارکر دوفولد این شکلیه که شما دارید میبینید. قبل تر از این بسته‌بندی ها در واقع اون جعبه به اعتقاد من زیباتر بود و یه مقداری هم عرضم به خدمت شما که جنس بهتری داشت. قبلا این جعبه‌ای بود که اینطوری باز میشد، توش مخملی بود، مشکی بود، خیلی زیبا بودن. ولی خب دیگه الان جناب پارکر رفته به سمت در واقع بقیه برندها و جعبه‌ای تولید میکنن که همونطوری که میبینید، نگاه کنید اینجا رو، خیلی کیفیتی هم نداره، در طول زمان اینا از بین میره. حالا اینجا نوشته پارکر پریمیر، اما دوفولد هم در نظر بگیرید تقریبا همین جعبه است، اینجاش نوشته دوفولد. بسیار عالی. بریم سراغ دوفولد نازنین. من رنگ آجیش رو امروز آوردم برای شما، بسیار زیباست با در واقع کلیپ طلایی رنگ. این یک پارکر دوفولد اینترنشنال طرح جدید هست، همونطوری که میبینید ساخت کشور فرانسه. خب توی جعبه چیز خاصی نداره، همین دفترچه‌اش هست و دو تا دونه کارتریج رو عرضم به خدمت شما که داخلش هم که پمپش بود و مسئله خاصی نیستش. واقعا فشار میاد به پارکر از این بابت. نگاه کنید خورده‌های جعبه‌اش همینجوری میریزه اینور اونور، کار نداریم. اما پارکر دوفولد نازنین، خب تولید دوفولد برمیگرده به سال 1921. اجازه بدید من با همین قلم زیبا یه مقداری تاریخچه رو براتون بنویسم، تاریخچه دوفولد رو، و عرضم به خدمت شما که با هم دیگه بریم جلو. شروع تولید دوفولد، تولید برمیگرده به سال 1921 در کشور آمریکا. این مقدار من بیرون کات بودم، میبخشید. در کشور آمریکا. همونطور که شما عزیزانم میدونید پارکر کلا یک برند آمریکایی هست. از سال 1888 کار خودش رو شروع کرده و تولید دوفولد در واقع در سال 1921 است اولین باری که به بازار میاد. دوفولد های قدیم از جنس ابانیت بودن. ابانیت میدونید به قول ایتالیایی ها ابانیت یک پلاستیک سخت هست و قبل از اینکه رزین به بازار بیاد از ابانیت درست میشدن قلم ها، از سلولوید درست میشدن، که الان حالا جالبه که الان امروز روز قلم های بسیار گرون قیمت و ادیشن خاص رو میان از ابانیت یا از سلولوید درست میکنن و میان عمده قلم ها رو از رزین درست میکنن. رزین یک نوع پلاستیکی هست که در واقع از مشتقات نفته و میتونه رنگبندی خیلی خوبی باشه، دوام خوبی هم داره. خلاصه تو پرانتز گفتم بریم جلو با هم دیگه. من از حالا بهتون بگم احتمالاً این ویدیو 3 قسمتی خواهد بود، ارزشش رو داره. میخوایم گپ و گفت حسابی بکنیم راجع به دوفولد نازنین. خب اما چرا دوفولد رو اسمش رو گذاشتن دوفولد؟ نگاه کنید، دوفولد از دو کلمه تشکیل شده، دوو و فولد. دوو در زبان لاتین به معنی دو هست و فولد هم به معنی اندازه یا برابر. پس دوفولد به معنی قلمی بود به اندازه 2 برابر قلم‌های معمول اون زمان.
اشاره به اندازه بزرگ دوفولت داشت اون موقع، چون قلم های اون موقع اگه برید نگاه بکنید، قلم های اون سالهای 1920 1910 20 اوایل در واقع قرن بیستم سیلندری شکل بودن، مشکی رنگ بودن، عمدتاً بله از جنس ابانیت بودن، خیلی هاشون اصلا حتی گیره هم نداشتن. اما دوفولت که اومد یه قلم گردن کلفت بزرگ با سرقلم مهم طلا و بسیار قلم لوکس. کاری نداریم، به این علت این قلم به اسم دوفولت نامگذاری شد و این تولید دوفولت در کشور آمریکا ادامه پیدا کرد تا اومد و رسید به زمان حدود جنگ جهانی دوم 1940 تا 45، شروع انتقال دوفولت به انگلستان. انتقال به انگلستان بسیار عالی. اما در انگلستان دوفولت چه تغییراتی کرد؟ سیستم در واقع پرخالی شدن دوفولت تغییر کرد. پارکر اومد سیستم وکوماتیک رو جایگزین این دکمه‌های این سیستم دکمه‌ای این بالا کرد. خیلی وارد جزئیات نمیشم، یه خورده سریعتر میخوام جلو برم. و طی اون سالها بود که پارکر وکوماتیک با اون بدنه سلولوید در واقع راهش به بازار اومد و بسیار بسیار معروف شد و در واقع دوست داشتنی بود و پرطرفدار. یه مقداری از دوفولت های وک هم اصطلاحاً تولید شد طی اون سالها. بله، و این تولید دوفولت ادامه پیدا کرد. یه مقداری طی سالهای مثلا 50 60 تا 1988 دوفولت به حاشیه رفت و قلم‌های دیگه‌ای مثل همین پارکر وکوماتیک در واقع از جنس سلولوید، پارکر 51 و اینها به بازار اومدن و یه مقدار دوفولت رو کنار زدن. اما در سال 1988 که میشد در واقع صدمین سالگرد تأسیس پارکر، گفتیم سال تولد کمپانی پارکر 1888 هست دیگه، پارکر اومد دوباره دوفولت رو به بازار برگردوند و این بار دوفولت رو در دو ویرایش برگردوند. یکیش به اسم سنتنیل شناخته میشه و یکیش هم به اسم اینترنشنال. سنتنیل در واقع ورژن بزرگترشه از کلمه در واقع از کلمه سنت یا چنتو در ایتالیایی به معنی صد، اشاره به صده داره، اشاره به 100 سالگی کمپانی پارکر داره. و عرضم به خدمت شما که ورژن اینترنشنالش هم که همینی که هست که اینجا داریم میبینید که در واقع ویرایش کوچکتر اون هست، هم بدنه و هم اندازه سرقلم. خب اما این تولید در واقع دوفولت به اینجا ختم نمیشه و دوفولت ها میان تولید میشن همینجوری در کشور انگلستان. کار جلو میره تا میرسیم به حدود سالهای 2004 2005 که در واقع عملا سالهای مهاجرت پارکر، اینجا می نویسم مهاجرت به فرانسه، حدود این سال هاست. حالا ممکنه یه چند سالی اینور یا چند سالی اونور باشه، زیاد سخت نگیرید. خب طی این سال هاست که پارکر برای این که دیگه از قلم ها و از برند های گردن کلفت اون دوره خودش عقب نیفته، میاد و یک دیزاین جدید رو به دوفولت میده و اون دیزاین چیزی نیست جز Ace of Spades، آس پیک، طرح آس پیک. این طرح آس پیکی که شما اینجا روی در قلم میبینید که خیلی زیباست نه؟ و روی سرقلم میبینید، اینی که عملاً قلم‌های نسل جدید پارکر دوفولت که عرض میکنم از حدود سال 2004-2005 به این طرف تولید میشن، این طرح آس پیک رو روی خودشون دارن، برای اینه که گفتم دیگه از اون قلم‌های گردن کلفت مونبلان و اینها دیگه یه مقداری عقب نیفته. این قلم پرچمداره، میخواد خیلی شیک باشه. در واقع علتش این بوده. بسیار عالی. پس اگر شما روی سرقلمتون طرح آس پیک رو دیدین و قلمتون ساخت انگلستان هست، حدوداً
حدود سالهای 2004-2005 دوره انتقال سال تولید قلمتون هست. اما اگر قلمتون فرانسوی هست و آس پیک داره یعنی مال سال 2005 به بعد هست. خب میخوام توی ویدیوهای قسمت بعدی براتون دیگه صرفا راجع به خود این قلم صحبت بکنم. تاریخچه رو همینجا براتون میبندم تا قسمت دوم. مراقب خودتون و دور و بریاتون باشید. خداحافظ.